عشق یا نفرت؟ به چی اعتقاد داری؟ به علم یا ثروت؟ به عشقای قدیمی یا کینه های نو؟ به جیب های خالی یا سینه های پر؟ به چی اعتقاد داری؟ به قطره های بارون یا شاید حتی به سکوت لحظه های آروم؟ به خنده های یه بچه کوچیک یا به گریه های یه مرد تو خنده ی روتین؟ به زندگی خوب توی لحظه های الان یا به کشتن مردم توی غزه یا که عراق؟ به هوس های کثیف یا نصیحت پیرا؟ به شعارهای سفید یا حقیقت سیاه؟ به چی اعتقاد داری؟ به نوح یا که مسیح؟ به علی حسن حسین یا نه تای بعدی؟ به قناری تو قفس یا کلاغای آزاد؟ به خوندن درس یا پول توی بازار؟ یه چیزی بوده توی ماها از بچگی، یه چیزی مونده تو نگاه ها، یه چیزی که دست و پای ما رو بسته و سنته که هنوز رو به روی ما هاست. تو رو به هر چی اعتقاد داری، تو رو به هر کی که بهش اعتماد داری. قسم ناراحت نشو ازم، فقط آزاد باش، مهم نیست که به چی اعتقاد داری. منتظر نباش که مرگ تو کی میاد، آزاد باش مثل من مثل خیلیا، حتی اگه کسی سمت تو نمیاد. آزاد باش مثل من مثل خیلیا، حتی اگه میبینی که کسی حرف تو نمیخواد. آزاد باش مثل من مثل خیلیا، مثل من مثل خیلیا. آزاد باش مثل من مثل خیلیا. خوشی واسه من قدر یه بیت آزادی بود، یه کمربند زیر شکم یه بازاری بود که روشن کرد منو این بار که این زندگی دستای چرکی منو میخواد، یعنی پول. من بهش اعتقاد دارم، پس تو این دنیا نگو بهم اشتباس کارم. مهمترین چیز واسم زنده بودنه، نمیتونم همش منتظر اتفاق باشه. کل دوران مدرسه همش امتحان داده، ازم خواستم مثل بقیه با انضباط باشه، ولی من هیچ وقت مثل همه نبودم و حال نمیکنم که هم رنگ اجتماع باشه. به چی اعتقاد داری؟ به من بگو. به قلمم اعتماد داری که من حرف بزنم از هر چیزی که هست؟ حتما نداره صرف واسه که گوش کنم به صدای قلبم، نه منتظر اجازم واسه حرفم، نه منتظر چراغ سبز واسه یه حرکت. چون من اعتقاد دارم به کارم، پس اعتقاد داره به هم هر کی منو درک کرد. مهم نیست که به چی اعتقاد داری، مهم نیست که به کی اعتماد داری. یا با فکر باز بساز زندگی تو، یا دهن تو ببند و زندگی کن. منتظر نباش که مرگ تو کی میاد، آزاد باش مثل من مثل خیلیا، حتی اگه کسی سمت تو نمیاد. آزاد باش مثل من مثل خیلیا، حتی اگه میبینی که کسی حرف تو نمیخواد. آزاد باش مثل من مثل خیلیا، مثل من مثل خیلیا. آزاد باش مثل من مثل خیلیا. آزاد باش مثل من مثل خیلیا.